سلام بچه ها، طلا رو داریم در تایم فریم 5 دقیقه و اگر دقت کنیم بعد از یک حرکت صعودی قوی وارد یک کانال رنج شده و بین این دو کانال هم قرار گرفت. حرکت بعدی که میتواند بزند شبیه به این ولی کمی ضعیفتر، حالا حدودی من میندازم به این سمت. پس طلا میتونه رشد کنه چون ما دو تا ناحیه برای سل و وای داشتیم، یه دونه این بالا بود یه دونه این پایین بود، به هیچ کدوم هم نرسیده است و فعلا اگر تریگر ورود بدهد بعد از زدن این سقف، یعنی به این شکل سوار پوزیشن وای میتونیم باشیم. اگر استراتژیمون ورود بده خلاص یه مقدار شلوغه، عذرخواهی میکنم. داخل پیج داداش بیبی تریدر هست آموزش این که تمام این ناحیه ها این خط ها چیه هست تو هایلایت. میریم سراغ یورو اینجا داخل باکس آبی بود، گفتیم آقا میریزه، گفتیم اینجا گپ داریم تا این قیمت تا اینجا باید بیاد. حداقل نگاه کنید از همینجا شروع کرد ریزش، سر تایم خبرم یه پول بک به باکس آبی زد، اومد اول خورد به این خط، بعد دوباره برگشت بالا. یه سری بدهی اینجا داشتیم، یعنی کاملا برم جلو، این بدهی ما بوده که زده و زده و اینم پاک کنم، اومده این گپ اینجا رو پر کرده که براتون مشخص کرده بودم. حالا از اینجا گفتم میتونه بیاد بالا، و البته این مشخص کرده بودم انتظارشم از اینجا برنگرده بیاد بخوره اینجا برگرده، چون این عدد که مشخص کرده بودم به خاطر این ناحیه بود. خب به خاطر این ناحیه که اینجا بوده و انتظار داشتم که بیاد بخوره اینجا برگرده، ولی حالا اشکال نداره. به نظرم باز احتمال این که بیاد بالا تا اینجا ها هستش. فعلا چیز خاصی از یورو نداریم، فعلا تمام نواحی ها زده، واکنش های فوق‌العاده و اگر چیزی باشه من در ویدیو بعدی همین امروز آپلود میکنم.